برای بافتن گل‌های روی دامن یک حلقه جادویی میزنیم. رج اول 5 تا پایه داخل حلقه میبافیم. روی اولین پایه یک بست میزنیم. 4 تا زنجیره میبافیم. روی همین پایه یک بست میزنیم. روی پایه بعدی هم یک بست میزنیم. دوباره 4 تا زنجیره میبافیم. روی همین پایه بست زده میشه. روی پایه بعدی هم یک بست میزنیم. 4 تا زنجیره میبافیم تا 5 بار تکرار میشه. گلبرگ پنجمی رو که بافتیم، خونه بعدی یک بست میزنیم. کاموا رو قیچی میکنیم. دو سر کاموا رو پشت بافت به هم دیگه گره میزنیم. برای زیباتر شدن گل‌های روی دامن میتونیم از مرواریدهایی به رنگ دلخواه روی گل‌ها دوخت بزنیم. برای بافتن کفش‌های عروسک سر کاموا رو یک گره میزنیم. در ادامه 11 تا زنجیره میبافیم. از زنجیره دوم شروع میکنیم به بافتن. 9 تا پایه کوتاه میبافیم. نه تا پایه رو که بافتیم روی زنجیره آخر 3 تا پایه میبافیم. طرف دیگه زنجیره ها 8 تا پایه میبافیم. روی حلقه آخر یک افزایش انجام میدیم. آخر رج اول روی اولین پایه بافته شده یک بست میزنیم. یک زنجیره میبافیم. بافت رج دوم از روی همین پایه شروع میشه. رج دوم یک افزایش انجام میدیم. 8 تا پایه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. حالا باید 3 بار افزایش انجام بدیم. 3 تا خونه بعدی هر کدوم 2 تا پایه ببافیم. 1 بار افزایش، 2 بار افزایش، 3 بار افزایش. 8 تا پایه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. تا آخر رج 2 بار افزایش انجام میدیم. 1 بار افزایش،
دوباره آخر رج دوم روی اولین پایه بافته شده از همین رج یک بست میزنیم، یک زنجیره میبافیم. رج سوم یک پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم. در ادامه 8 تا پایه میبافیم. هشت تا پایه رو که بافتیم یک پایه یک افزایش 3 بار تکرار میشه. یک پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم، یک پایه، یک افزایش، یک پایه، یک افزایش. در ادامه 8 تا پایه میبافیم. یک پایه یک افزایش تا آخر رج. دوبار تکرار میشه. یک پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم، یک پایه، یک افزایش. رج چهارم 2 تا پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم. در ادامه 8 تا پایه میبافیم، دو تا پایه یک افزایش 3 بار تکرار میشه. 2 تا پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم تا 3 بار تکرار میشه. در ادامه 8 تا پایه میبافیم، دو تا پایه یک افزایش تا آخر رج. 2 بار تکرار میشه. 2 تا پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم. دو تا پایه، یک افزایش. رج پنجم روی حلقه های پشتی بافته میشه. روی حلقه پشتی اولین پایه یک بست میزنیم، رنگ کاموا رو عوض میکنیم. یک زنجیره میبافیم، روی همین حلقه یک پایه میبافیم. رج پنجم یک رج ساده بافی هست. 40 پایه روی حلقه های پشتی بافته میشه. روی اولین پایه یک بست میزنیم، یک زنجیره میبافیم. رج 6 تا رج 8 3 رج ساده بافی هست. 40 پایه توی هر رج بافته میشه. رج نهم 13 تا پایه میبافیم،
13 پایه رو که بافتیم یک کاهش انجام میدیم. 2 تا پایه یک کاهش 2 بار تکرار میشه. 2 تا پایه میبافیم. یک کاهش انجام میدیم. دو تا پایه یک کاهش. تا آخر رج 17 تا پایه میبافیم. رج دهم 12 تا پایه میبافیم. 12 پایه رو که بافتیم یک کاهش انجام میدیم. یک پایه یک کاهش 2 بار تکرار میشه. یک پایه میبافیم. یک کاهش انجام میدیم. یک پایه یک کاهش. تا آخر رج 17 تا پایه میبافیم. بافت رج دهم که تموم شد روی اولین پایه یک بست میزنیم. کاموا رو قیچی میکنیم. ادامه کاموا رو پشت باف مخفی میکنیم. برای بافتن کفی کفش به پشت کفش جایی که اول و آخر رج هاست روی حلقه جلوی رج چهارم کاموا رو متصل میکنیم. یک زنجیره میبافیم. روی حلقه بعدی یک بست میزنیم. یک زنجیره میبافیم. روی حلقه بعدی بست میزنیم. همین بافت رو تا آخر رج ادامه میدیم. آخر رج یک زنجیره میبافیم. روی اولین حلقه یک بست میزنیم. کاموا رو قیچی میکنیم. برای بافتن گیس مو یه حلقه جادویی میزنیم. 6 تا پای داخل حلقه میبافیم. رج دوم روی حلقه های پشتی بافته میشه. روی حلقه پشتی اولین پایه یک بست میزنیم. یک زنجیره میبافیم. بافت رج دوم از روی همین حلقه شروع میشه. رج دوم 6 بار افزایش باید انجام بدیم. روی هر کدوم از حلقه ها 2 تا پایه میبافیم. آخر رج دوم روی اولین پایه بافته شده از رج دوم یک بست میزنیم. یک زنجیره میبافیم. بافت رج سوم از روی همین پایه شروع میشه. رج سوم یک پایه میبافیم. یک افزایش انجام میدیم. از اول تا آخر رج 6 بار تکرار میشه. رج چهارم روی حلقه های پشتی بافته میشه.
روی حلقه پشتی اولین پایه یک بست میزنیم، یک زنجیره میبافیم. رج چهارم 2 تا پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم. 6 بار تکرار میشه. روی اولین پایه بافته شده یک بست میزنیم، یک زنجیره میبافیم. رج پنجم 3 تا پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم. 6 بار تکرار میشه. رج ششم روی حلقه های پشتی بافته میشه. روی حلقه پشتی اولین پایه یک بست میزنیم، یک زنجیره میبافیم. رج ششم 4 تا پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم. 6 بار تکرار میشه. روی اولین پایه یک بست میزنیم، یک زنجیره میبافیم. رج هفتم 5 تا پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم. 6 بار تکرار میشه. رج هشتم روی حلقه های پشتی بافته میشه. روی حلقه پشتی اولین پایه یک بست میزنیم، یک زنجیره میبافیم. رج هشتم 6 تا پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم. 6 بار تکرار میشه. آخر رج هشتم روی اولین پایه یک بست میزنیم. حالا میخوایم رشته های مو رو ببافیم. 70 تا زنجیره میبافیم. از زنجیره سوم باید شروع کنیم به بافتن. 1 2 3 تا آخر زنجیره ها. روی هر زنجیره یک پای متوسط میبافیم. هر کدوم از رشته های مو که بافته میشه یک خونه رو رد میکنیم، روی خونه بعدی بست میزنیم. دوباره 70 تا زنجیره میبافیم، بافت روی زنجیره ها رو انجام میدیم. تا آخر این رج رشته موهای به تعداد 70 زنجیره و 68 پای متوسط میبافیم. بافت آخرین رشته مو که تموم شد یه خونه رو رد میکنیم، روی خونه بعدی بست میزنیم. حالا میخوایم روی ردیف های بالاتر بافت انجام بدیم. 2 تا زنجیره میبافیم، روی حلقه جلویی رج هفتم یک بست میزنیم. 72 تا زنجیره میبافیم. از زنجیره سوم شروع میکنیم به بافتن تا آخر زنجیره ها. روی هر زنجیره یک پای متوسط میبافیم. هر کدوم از رشته های مو که بافته میشه یه حلقه رو رد میکنیم، روی حلقه بعدی بست میزنیم. دوباره 72 زنجیره میبافیم، بافت روی زنجیره ها رو انجام میدیم. تا آخر این رج رشته موهای به تعداد 72 زنجیره و 70 پای متوسط میبافیم. بافت این رج که تموم شد یه حلقه رو رد میکنیم، روی حلقه آخر بست میزنیم. 2 تا زنجیره میبافیم.
روی حلقه جلویی رج بالاتر یک بست میزنیم. سه ردیف باقی مونده. روی ردیف اول رشته موهایی به تعداد 74 زنجیره، ردیف دوم 76 و ردیف آخر 78 زنجیره بافته میشه. برای اینکه بتونیم رشته موها رو به صورت صاف و یک دست در بیاریم، رشته مو رو روی یک سطح نرم فیکس میکنیم. روی رشته مو رو فقط بخار میدیم بدون اینکه تماس پیدا کنه. از یک گوشه شروع میکنیم به بخار دادن. برای بافتن تل سر عروسک سر کاموا رو یک گره میزنیم. در ادامه 45 زنجیره میبافیم. کاموا رو دور قلاب میگیریم. روی زنجیره سوم قلاب رو بیرون میاریم، یه حلقه بیرون میکشیم. دوباره کاموا رو قلاب میگیریم، یه حلقه بیرون میاریم. تا 3 بار این کار رو انجام میدیم. 7 تا حلقه روی قلاب داریم. 1 2 3 4 5 6 7. کاموا رو با قلاب میگیریم، از 2 تا حلقه رد میکنیم. دوباره کاموا رو با قلاب میگیریم، از 2 تا حلقه رد میکنیم. کاموا رو با قلاب میگیریم، از 2 حلقه رد میکنیم. در آخر 4 تا حلقه روی قلاب داریم، هر 4 تا حلقه رو یکی میکنیم. حالا باید 2 تا زنجیره ببافیم. روی سر بافت قبلیمون 3 بار کاموا رو بیرون میاریم. 7 تا حلقه روی قلاب داریم. 2 تای آخر رو یکی میکنیم. 2 تای آخر یکی. 2 تای آخر یکی. 4 تا حلقه باقی میمونه. 4 تا رو با هم دیگه یکی میکنیم.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا 15 بار بافت رو که تکرار کردیم در ادامه 45 زنجیره می بافیم. چهل و 45 زنجیره رو که بافتیم کاموا رو قیچی میکنیم. برای متصل کردن گیسمون روی سر وسط گیس رو روی مرکز سر قرار میدیم. میتونیم روی ردیف پایین دوخت انجام بدیم، دور تا دور گیس رو روی سر بدوزیم یا برای متصل کردن از چسب حرارتی استفاده کنیم. شش تا از رشته های مو که جلوی صورت قرار داره رو جدا میکنیم. 1 2 3 برای یک طرف صورت، 1 2 3 برای طرف دیگه صورت. بقیه رشته های مو که ردیف پایین قرار داره جاشون رو روی سر مشخص میکنیم، از یک گوشه رشته های مو رو روی سر متصل میکنیم. داخل بدن و گردن عروسک رو کامل با الیاف پر میکنیم. سیم ها رو داخل سر عروسک قرار میدیم. قبل از اینکه سر و گردن رو به هم دیگه بدوزیم باید داخل سر رو کامل با الیاف پر کنیم. برای دوختن سر و گردن به هم دیگه از گوشه گردن شروع میکنیم به دوختن. یک پایه از سر میگیریم. یک پایه از گردن. جای دکمه ها رو روی لباس مشخص میکنیم. با رشته های نازکتر کاموا دکمه ها رو روی لباس میدوزیم.